فیلم با یک شرط بندی شروع میشه که البته در قانون دور میره، ولی به نظر میرسه بازی ساده و بی خطریه که ضرری برای کسی نداره. اما گاهی اوقات همین اتفاقات ساده همون بهمن کوچکی هستن که از قله آروم آروم فرود میاد، بزرگ و بزرگتر میشه و در نهایت زندگی رو به نابودی میکشونه. مثل زندگی آبست اسمم آبست. آبست دنیای ساده ای داره. تمام رویای اون رسیدن به دختریه که دوستش داره. اما در اثر همین اتفاق با یک بلاگر معروف اینستاگرام آشنا میشه و ناخواسته وارد دنیای رنگارنگ بلاگرها میشه. همه نوشتن این دوتا دوباره با همه. پس واسه ما تازه خانم محترم دیگه بر ندار. بس درست بگیری خانم. کجاست؟ حسودشو میکنی یا نگرانشی؟ مخرم؟ خوشتون اومده قشنگا. ما یه مدت با هم بودیم تموم شد همه چی. داری تیر میزنی توش. نامزد آبست مجذوب این دنیای رنگارنگ میشه و دنیای ساده آبست توان جنگیدن با این دنیای رنگارنگ رو نداره. بذار بکشی خودمون بالا کسافت. بعد تو شبه کوفتی دیدی دور اصلا من بزنی. اینقدر تو زودتر دارم خود. تو سرزی باشدی از لکه بنداختی. فیلم تلاش میکنه از واقعیت زندگی بلاگرها پرده برداره. فیلم تلاش میکنه نشون بده که چقدر آدمهای این دنیا تلاش میکنن از موقعیت‌های مختلف به نفع خودشون سوء استفاده کنن. چقدر تلاش میکنن آدمها رو اغوا بکنن و چقدر تلاش میکنن آدمها رو تحریک بکنن حتی به ارتکاب جرم. خدا شاهده سوء استفاده شده تفاهم شده. اما داستان پایان غم‌انگیزتری داره. زمانی که ماهیت واقعی بلاگر برای دنبال کننده های اون افشا میشه و زمانی که اون واقعا در یک موقعیت خطرناک قرار میگیره دیگه کسی باورش نمیکنه و همین باعث میشه که پایان غم‌انگیزتری برای داستان رقم بخوره. در این که کلاهبرداران در ناامن کردن فضای مجازی به خصوص اینستاگرام نقش مهمی دارن هیچ شکی نیست و کاملا روشنه که کسب و کارهای واقعی زیادی دارن در همین فضا فعالیت میکنن. اما قانون کجای این داستان وایساده؟ قانون تا چه حد تلاش کرده فضا رو برای ما امن کنه؟ قانون تا چه حد تلاش کرده دست کلاهبرداران رو از این دنیا کوتاه بکنه؟ قانون تا چه حد تلاش کرده از کسب و کارهای واقعی حمایت بکنه؟ و اینکه اگر حمایت‌های واقعی اقتصادی، اجتماعی و قانونی کافی وجود داشت، آیا اساساً پدیده کاذبی مثل بلاگر به وجود می اومد؟